به نام خدا، تریدر ارشد هستم. امروز با موضوع جذاب ترید چیست. ترید رو همتون شنیدید یعنی چی؟ اگه نشنیدید کامل این ویدیو ببین و متوجه شو و بعداً جزئیاتش رو کامل‌تر توضیح میدیم. ترید یعنی خرید و فروش. خرید و فروش چی؟ ارز میتونه طلا باشه، دلار باشه، هر چیز دیگه باشه. خرید یعنی بای، فروش یعنی سل. اینا توی اصطلاح ترید به کار میره، لغات مهمیه. اما برای ترید هم روش داریم. یه دی تریدینگ، یه سوینگ تریدینگ، یک اسکالپ تریدینگ. اینا رو کامل‌تر تو ویدیو بعدی توضیح میدیم. اما می‌خوایم راجع به ترید خودش صحبت کنیم. مزایای ترید، یکیش سود یعنی چی سریع. سود سریع؟ یعنی اگه کسی رو بشناسی که به درآمد رسیده باشه ترید، میتونی ازش استفاده کنی و تو رو هم به درآمد برسونه. نمیخواد دیگه به بازار بری، حضوری اصلا نمیخواد خرید و فروش انجام بدی، به صورت مجازی انجام میشه، بدون زمان و مکان میتونی هر جایی انجامش بدی. سودش هم به دلاره، دلاری که الان 60000 تومانه. البته الان که من این ویدیو رو ضبط میکنم و مشخص نیست چند سال آینده بعد این ویدیو دلار چند هزار تومان شده باشه. خب میرسه به بخش معایب ترید. ترید دارای ریسک خیلی بالاست، کنترل احساسات میخواد و نقشه راه درست. یعنی کسی که به سود رسیده باشه به شما نقشه راه درستی بده که شما هم به سود برسید. به شدت باید طمع رو کنترل کنید، به شدت باید احساسات خودتون رو کنترل کنید، حس انتقام نداشته باشید. این هم از معایب تریده که آدمیزاد کمتر میتونه این حساش رو کنترل کنه. در ترید باید مثل ربات باشی و از قواعد خودت سرپیچی نکنی. اما میرسیم به کجا ترید میکنیم. ما سه تا جا میتونیم ترید کنیم. یکیش صرافیه، دومیش متا تریدره، اون یکیش بروکره. اینا رو توی ویدیو بعدی توضیح میدم که متاسفانه ما ایرانی به دلیل تحریم با همشون مشکله و باید مناسب باشه. یک ویدیو مفید و مختصر از ترید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. با لایک و سابسکرایب بریم برای ویدیوهای بعدی.